سلام خدمت دوستان عزیز. اینم نوع اینه اسکوپ خرچنگی میگه. نگاه کو، این دو طرف شیار داره، داخل چاک میزنیم اصلا دیگه نه چسب نیاز داره، نه هیچ نیاز نداره. کارش هم راحت و کیفیت عالی، خیلی خوب. فقط 5 دقیقه کلش رو انجام بدی. به این شکل، به این شیوه باید چاپ بزنی. دیگه اینه میشه. اینا از نوع اسکوپ پروانه‌ای بهتر. بیا، توصیه از من برای سرامیکارای عزیز و استادای محترم اینه که از این نوع اسکوپ فلزی استفاده کنه. کارش خیلی عالیه، هم محکمه. بیا، اصلا تکون نمیخوره. بیا، اونایی که یه طرف میزنه اونا باید یا چسب بزنه یا مرزانه ول میکنه. این دیگه اصلا از ول کردن نیست، مگر غیر باید چی بزنید در بیارید. خیلی عالی، اوکی، همه کیفیت عالی هم داره. ما میخوام برای ستون آماده کردم. این سرامیک های 10 سانتی، این هم شیارای وسط چیه. میخوام برای ستون های جلو آماده کنم. دوستان عزیز، همینم نوع کاره. نگاه کنید، اینا برای این ستون میخوام اینجوری درستش کنم. نگاه کن، این بالاشه، اینم بیا پایین. دوستان عزیز، کدام نظر و کامنت و پیشنهادات و انتقادات دارید، بنده در خدمت شما هستم. اینم طراحی هلاله که ما انجام دادیم. خلاصه با این شکل و این شیوه. تشکر از شما دوستان عزیز. لطفاً ویدیویی که ما میذارم لایک کنید، حمایت کنید تا ما بتونم کارهای بهتر و بهترتر برای شما انجام بدم و عکس و فیلم ایناش رو براتون بفرستم. اینم طراحی کاره که ما خودمون انجام دادیم. تشکر از لطف شما.